بعد از اینکه گلدهی ارکیده‌تون تموم شد میتونین ساقش رو جدا بکنین و از هر بندی اگه فکر میکنی این روش جواب میده و شاید هم امتحان کردی و جواب نداده، باید بهت بگم که شما قربانی یکی از بزرگترین دروغای اینترنتی و اینستاگرامی شدید. حالا نمیخوام ناامیدت بکنم، ارکیده قابل تکثیره، ولی نه به این راحتی که توی ویدیوهای اینستاگرامی دیدی. با من باش، توی این ویدیو بهت میگم که یه روش که جواب میده چیه. این روش به هیچ عنوان سخت نیست، یکم طول میکشه ولی عوضش درصد موفقیتش خیلی بالاست. عاشق گل و گیاهی ولی نمیدونی چجوری ازشون مراقبت کنی؟ اصلا نگران نباش، من اینجا بهت به زبون ساده یاد میدم که بهترین کیفیت گل و گیاها رو با کمترین امکانات داشته باشی. پس اگه دوست داشتی لایک و سابسکرایب بکن، پیج اینستاگرام سر بزن، اونجا محتوا همین گل و گیاهه ولی یه مقداری مختصر مفیده. چند وقته که یه ویدیوی وایرال شده توی اینستاگرام رو برای من میفرستن و میگن که آی نگاه کن، مگه تو نگفتی ارکیده تکثیر نمیشه؟ پس این چیه؟ میخوام ازتون بپرسم چند نفر اینجا هستن که با این روش ارکیده‌شون رو تکثیر کردن؟ هر کس به من ثابت کنه که ارکیده رو تونسته با این روش تکثیر کنه، من یه دونه ارکیده بهش میدم. خوبه اینجوری؟ نمیشه آقا دوست من، نمیشه. این روند بیش از 3-4 ماه طول میکشه و فراهم کردن شرایط استریل و رطوبت ثابت و دمای ثابت و همه اینا 1 در میلیونه که شما بتونید از این روش نتیجه بگیرید. من قرار نیست اینجا به خاطر منافع شخصی و یه چند دلار یورو اضافه گرفتن کسی رو گول بزنم. به جهنم، هیچ درآمدی نداشته باشم بهتر از اینه که بخوام دروغ یا اطلاعات غلط بهتون بدم. ارکیده ها گیاهای خاصی هستن که شما اصلا نمیتونید از طریق برگ یا ساقه گل یا تقسیم ریشه تکثیرشون بکنید. اصلا یکی از دلایلی که اینقدر ارکیده گرونه اینه که به راحتی قابل تکثیر نیست. منظورم از ارکیده هم ارکیده فالانوپسیس که محبوب ترین نوع ارکیده است. وگرنه ارکیده های دیگه مثل دندروبیوم، کمبریا، اونسیدیوم اینا روش های دیگه دارن برای تکثیر کردن. ولی ارکیده ای که ما همیشه توی بازار به راحتی در دسترس داریم و میبینیمش و 4 فصل میتونیم ببینیمش، اون ارکیده فالانوپسیس یا ارکیده شاپرکیه. این ارکیده 3 تا روش برای تکثیر بیشتر نداره که فقط یه روشش رو توی خونه میشه انجام داد که بهتون الان میگم. 2 تا روشی که توی خونه قابل تکثیر قابل انجام نیست، یکی از روش کشت بذره و دومی کشت سلولی. هر 2 تا روش توی آزمایشگاه قابل انجامه و به درد تولید انبوه میخورن، برای اینکه خرجش هم خیلی زیاده و کلا نمیصرفه آدم به خاطر 4 تا دونه ارکیده ساختن بره چند هزار دلار وسایل استریل و اینجور چیزا بگیره. اگه گلخونه دار هستید خب انجامش بدید، ولی لطفاً به خاطر اینکه پیجتون بالا بیاد دروغ نگی که این میشه تو خونه هم انجام داد. و روش سوم، حالا روش اول و دومی که بهتون گفتم، کشت سلولی و کشت با بذره، و روش سوم روش کیکی، به وجود آوردن کیکی. کیکی چیه؟ کیکی اینی که توی تصویر میبینید و بهش میگن کیکی. زمانی که گلدهی گیاهتون تموم شد و ساقه خشک نشد، امکان این که گیاهتون کیکی در بیاره وجود داره. این میتونه خیلی طبیعی انجام بشه، توی یه شرایطی یهویی گیاه تصمیم بگیره یک کیکی ایجاد بکنه. و یه روش دیگه هم هست که از خمیر کیکی استفاده بکنید. خمیر کیکی یا روغن کیکی یا ژل کیکی یه ماده‌ایه که حالا به فرمای مختلف اینو توی بازار میتونید تهیه بکنید. نمیدونم واقعا توی ایران وجود داره یا نه، ولی توی کشورهای دیگه همیشه همه جا میتونید توی فروشگاه اینترنتی مخصوصا پیداش بکنید و میتونید اینو استفاده بکنید و از گیاهتون یه دونه ارکیده یا 2 تا ارکیده جدید در بیارید. اگه خواستین خمیر کیکی رو تهیه بکنید و نمیدونید چیکار بکنید، میتونید برای من کامنت بذارید، من بهتون کمک و راهنمایی میکنم. کیکی رو میتونید روی هر ساقه‌ای که از گلدهی گیاهتون مونده 1 یا نهایت 2 تا کیکی درست بکنید. کیکیا موقعی که به وجود اومدن خیلی دیر ریشه میدن، یعنی شما باید یه مدت طولانی ازشون مراقبت بکنید تا بالاخره شروع بکنن به ریشه دهی. انواع خمیر یا ژل یا روغن کیکی روش‌های مختلف داره که چجوری ازش استفاده بکنید، ولی زمان بندیش تقریبا برای همه یکیه. زمانی که گلدهی
جوندهی گیاهتون تموم شد و اون ساقه هنوز روی شاخه روی گیاه خشک نشده بود، میتونید با یه موچین گره پایینی از آخرین گل رو، ببینید اگه گل اینجا در اومده، بیاد یه دونه پایینتر گره پایینی و پایینیشو غلافشو باز بکنید و یه جوونه خیلی ریز میبینید. اونو بهش، حالا اگه خمیر کیکی داشته باشید بهش خمیر بمالید، اگه ژل باشه ژل بمالید، بعضی ممکنه اسپری باشن، قطره باشن، بهش حالا برخورد بشه و بمونید منتظر. اگه ژنتیک گیاهتون آمادگیشو داشته باشه، سن گیاهتون به اندازه‌ای باشه که بتونه کیکی تولید بکنه، گیاهتون بعد از حدود 4-5 هفته یه جوونه خیلی ریز در میاره و این کم کم رشد میکنه. هرچی دما بالاتر و رطوبت بیشتر باشه، احتمال به وجود اومدن کیکی بیشتر میشه. این جوونه جدید چند ماه طول میکشه تا به ریشه دهی برسه. شما میتونید مجبورش بکنی یا تقویتش بکنید که ریشه بده. چجوری؟ یا از اسفنج استفاده بکنید، اسفنجی که همیشه مرطوب باشه، رطوبتشو که زیاد بکنید اطرافش، این شروع میکنه به ریشه دادن. یه نکته مهم اینه که به کیکی هورمون ریشه دهی ندید، چون که این گیاه هنوز به ساق وصله و شما زمانی که بهش هورمون ریشه دهی میدید، این اصلا روش تأثیری نداره و ممکنه بیفته، از روش ساق بیفته و اون موقع زمانی که شما هیچ کاری دیگه نمیتونید بکنید. زمانی که کیکی هنوز روی اون ساق وصله، اگه ریشه داد ریشه داد، اگه ریشه نداد و بدون ریشه از ساق جدا شد، بعد بندازینش دور، دیگه ریشه نمیده. پس سعی کنید زمانی که هنوز به ساق وصله با رطوبت و صبر و شکیبایی منتظر باشید تا ریشه در بیاره و زمانی که ریشه ها به 3 الی 4 سانت رسید و حداقل 2 تا ریشه در آورد، شما میتونید کیکی رو با یه مقداری از ساقه جدا بکنید و بذاریدش داخل خاک ارکیده. از زمانی که شما از خمیر یا هورمون کیکی استفاده میکنید یا گیاهتون شروع میکنه به کیکی دادن تا زمانی که اون جوونه جدید یه گیاه بالغ بشه و به گلدهی بیفته، حدود 2 سال طول میکشه، حداقل 2 سال طول میکشه. زمان بندیش هم اینجوریه که شما از موقع که روغن کیکی رو میمالی یه چند ماه طول میکشه، حدود 1.5-2 ماه طول میکشه تا کیکیتون به وجود بیاد. بعدش که به یه سایزی رسید، حدود 2-3 ماه طول میکشه تا 2 تا برگ در بیاره، 3 تا برگ در بیاره و بعد از اون دوباره 3 ماه 4 ماه طول میکشه تا ریشه در بیاره. بعد دوباره یه 3 ماه 4 ماه طول میکشه تا ریشه ها به یه 2-3 سانت برسن. این خودش شد 1 سال. بعد که جوونه رو جدا کردید و گذاشتید داخل خاک، دوباره 1 سال دیگه طول میکشه تا این نشا تبدیل به گیاه بالغ بشه و بعد از اون تازه ممکنه گل بده یا ممکنه بره برای فصل بعدی که گل بده. میدونی حداقل 2 سال طول میکشه. پس قبل از اینکه شروع بکنی انتظارش رو داشته باشی، قرار نیست به این زودی ها نتیجه بگیری. اینی هم که میبینی من واقعا برای این ویدیو 3 سال صبر کردم تا بتونم این ویدیو رو براتون بدون دروغ بذارم داخل اینترنت. این گل زرده رو که میبینید از یه گیاه دیگه کیکی گرفتم که ویدیوش اصلا نگرفته بودم، ولی اونی که ویدیوشو از اول تا حالا داشتید میدیدید بغلیشه. اینی که ویدیوشو از اول گرفتم یه روزی افتاد از دستم و بعد خیلی فوری اورژانسی توی یه گلدون میکاشتمش. اینا رو 2 تا رو با هم کاشتم داخل یه گلدون و بعدا هم جداشون کردم که همینه که میبینید گل داده و گلش صورتیه. خب حالا یه چند تا دروغا رو بهتون بگم که اگه همچین چیزی رو باز تو اینترنت دیدین، گرفتار کلاهبردارا نشید و گول نخورید. خب اولیش همین بود که شما اگه ساقه گلداده ارکیده رو بعد از گلدهی جدا بکنید و هر گره رو بذارید داخل خاک و چه میدونم داخل آب یا بذارید داخل یه اسفنج یا هر چی، یه محیط مرطوب بذارید، این شروع میکنه به گل دادن و جوونه دادن. نه، همچی چیزی امکان نداره. امکان داره ولی نه توی خونه، توی شرایط آزمایشگاهی و اصلا انجام دادنش توی خونه 100% به کپک منجر میشه.
دومی تقسیم بوته است که بیشتر شبیه تقسیم اعصاب و روان آدمه. ببین بعضیا میگن که میشه ارکیده فلانوپسیس رو از طریق تقسیم بوته تکثیر کرد، ولی کلا این یه جوک مسخره است، چون اصلا فلانوپسیس تک ساقه‌ایه. یعنی این روش 99.9% مواقع جواب نمیده و اون 1,000% هم که جواب میده اینه که گیاهتون احتمالاً یه جهش ژنتیک پیدا کرده و یه بوته‌ای از کنارش در اومده. ارکیده فلانوپسیس تک ساقه است. روش سوم هم اینه که شما یه ارکیده پیر رو از ساقه این تک ساقه مگه نیست بگیرید، چند تا قسمت برش بزنید و بذاریدش هر قسمتی که ریشه داشته شیشه‌اشو بذارید داخل خاک و یه گیاه جدید در میاد. اینم دروغه، چون زمانی که ارکیده تاجش اون قسمت بالاییش برگای انتهاییش وجود نداشته باشن، خراب شده باشن، گیاه میمیره. خراب شدن تاج گیاه هم چه شما گیاهو ببری چه خودش به صورت طبیعی با آبیاری بد خراب بشه، گیاهتون میمیره دیگه. چه فرقی میکنه؟ اینم دروغه. اگه بهتون گفتن برش بزنید و بذاریش داخل خاک، اینجوری هم نمیشه، نهایت گیاهتون رو کشتید. دروغ بعدی اینه که برگ گیاهو ببرش و بذارش داخل آب ریشه میده. این دروغ شاخدار واقعا تو کتابای افسانه‌ای هم نمینویسن. یه برگ ارکیده هیچ وقت ریشه نمیده، نه امروز نه فردا نه قبلا نه تو جهان موازی، هیچ وقت برگ ارکیده ریشه نمیده. اگه یه برگ ارکیده رو توی آب گذاشتید، تنها چیزی که بهتون میده کپکه. یه دروغ دیگه هم تکثیر از طریق بذره. یه سری بذر میان بهتون میفروشن، میگن این بذر ارکیده است. بهتون میگم ارکیده بذر نداره، هاگ داره که فقط هم توی شرایط آزمایشگاهی تبدیل به یه گیاه میشه. بذرها با یه نوع قارچ کنارشون رشد میکنن و یه چیزی باشه اینا رو تغذیه بکنه تا رشد بکنن. پس اگه کسی خواست چیزی به اسم بذر ارکیده بهت بفروشه، محلو ترک کن، پشت سرت هم نگاه نکن. اونی که آزمایشگاه داره و میخواد تولید انبوه بکنه، خودش میدونه بذرشو از کجا تهیه کنه. بعدی خیلی خوبه واقعا، اصلا این دیگه اصلا ردخور نداره. اینو شنیدم واقعا چرا دروغ میگید؟ چرا امید واهی میدید؟ بس کنید دیگه از دروغگویی. چقدر آدم به خاطر منافع شخصی خودش دیگرانو گول بزنه؟ زشته. چجوری سرتون رو میذاری رو بالش؟ این حالا در مورد گل و گیاهه، ولی امید واهی به مردم دادن میدونید چقدر بده؟ اینو در مورد گل و گیاه نمیگم و در مورد همه چی میگم. حالا گوش کن. ریشه ارکیده رو جدا کن، بذار داخل خاک و گیاه جدید در میاره. ریشه هوایی جدا کنی بذاری داخل خاک، کپک میزنه، هیچی نمیشه، فقط میگنده، فقط گیاه مادر ضعیف میشه. نکنید این کارو. هم گیاه قدیمیتون رو میکشید، همین که دیگه نتیجه نمیده دیگه. واقعیت تلخ چیه؟ اینه که ارکیده فلانوپسیس یه گل خاصه که مثل بعضی از آدما که دوست ندارن تکثیر بشن، اونم دوست نداره تکثیر بشه. ولی اگه واقعا میخواید که ارکیده‌تون تکثیر بشه، صبر و حوصله هم دارید، میتونید روی کیکی حساب باز بکنید. بقیه روش‌ها تخیلی هستن، بذارشون کنار، یا اینکه نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و علمش داره. یه پیشنهاد دوستانه بهتون دارم، اینه که اگه جایی و کسی بهتون گفت که میتونید ارکیده‌تون رو تکثیر بکنید و روشایی که بهتون گفتم و بهتون پیشنهاد داد، یه لبخند بزنید و اونجا رو ترک بکنید. شما با یه آدم دروغگو روبرو شدید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. امیدوارم که ارکیده‌هاتون همیشه سالم باشن، به صورت طبیعی کیکی تولید بکنن و دیگه گول کلاهبردارا رو نخورید. تا ویدیوی بعدی، شب و روزتون سبز و خونه هاتون گلگلی. خدافظ.